سلام به همگی، به چنل مولا گیمر خیلی خوش اومدیم. من مهسا هستم. به یه قسمت جدید با چالش 100 تا بچه رسیدیم. بچه‌ها، من به خاطر اینکه یه ذره کسالت جسمی دارم و مریض شدم، این ویدیو رو احتمالاً کوتاه در نظر بگیرم که زیاد بهم فشار نیاد. اولویت اصلیم اینه که زنده بمونم و اولویت دومم اینه که در واقع بچه‌ها رو برسونیم به مرحله تینیجری که فکر کنم فقط یه اسکیلشون مونده بود. و برای اونایی هم که نمیدونن این چالش چیه و تازه دارن نگاه میکنن این چالش رو، چالش 100 بیبی چالش، چالشیه که توش یه دونه سیمز که سیمز ما اسمش لوناست، باید تو طول زندگیش 100 تا بچه به دنیا بیاره. بچه‌ها طبق قوانین خاصی بزرگ میشن و ما میتونیم اونها رو بزرگ بکنیم. در حال حاضر ما تعدادی بچه داریم. میتونم این قسمت نشونتون بدم که در حال حاضر چند تا بچه داریم. 2 تا بچه تو راه داریم و شخصیتمون حامل است. باید از طریق کیوپیدز کورنر که یه اپلیکیشن دیتیابیه توی سیمز در واقع بتونیم کیسامون رو انتخاب بکنیم و نمیتونه پدراشون هم یکی باشه. و ما در حال حاضر وسط چالش هستیم و خیلی اتفاق افتاده. باید به پول فکر کنیم. یه نفر یه پیشنهاد خوبی بهم داد که من تو حین بازی واسهتون توضیحش میدم و فکری که خودم کردم. باید ببینیم به کجا میرسه. مشکل پول داره مشکل بزرگی میشه توی این چالش، در صورتی که چالش مربوط به پول نیست ولی انگار داره سخت‌ترش میکنه. و اگه تا حالا سابسکرایب هم نکردی، ممنون میشم که سابسکرایب بکنی و لایک کنی و کامنتاتون و نظراتتون رو میخونم. خیلی خوبه، ازتون ممنونم و طولانیش نمیکنم. بریم سراغ بازی. 1 2 3 1 2 3. خب بچه ها به معنای خود کلمه اصلا باورم نمیشه که وسط این جنگ جهانی هستم و برگشتم به بازی. من فکر کنم یه دستوراتی رو داده بودم به این ملت که کاری بکنن. چرا چی شد بچه ها؟ تا بازی رو فقط بازی رو استارت زدم، ببینید چه بزمیه. فکر کنم تراویس از تخت افتاد پایین بچه ها. like why؟ خب تینا چطوره؟ تینا رفته دستشویی. خب بعدش باید یه چیزی بخوره. این کیه که داره میرقصه؟ جویس. بچه دقیقه کردید جویس و مالاکی همیشه موهاشون کوتاه بود و من خیلی سخت میتونستم اینا رو تشخیص بدم. واقعا نمیدونم چرا. خب بذارید این دختر عزیزمون یه چیزی بخوره. گفتم اولویتم اینه که این دوتا که بچه ها برای اونایی که نمیدونه بذارید اول بچه ها رو بهتون معرفی کنم. خیلی عجیب میشه میدونم ولی خب تا نکردیم. اول از کوچیکا شروع میکنیم. اوکی، کوچیکا مقدمن. اولین بچه کوچیک ما، نه یا باید از بزرگ شروع کنم. اوکی، قاطی پاتی میشه. شخصیت اصلیم لوناست بچه ها. اینهاش خوابیده. خب به معنای خود کلمه یک عدد دراما کوینه که داره اینجوری برای خودش استراحت میکنه. تراویس رو داریم. بچه داره میره حمام. نمیتونم زیاد نشونتون بدم، میگن که یوتیوب حساسه. این تراویس بیچاره که همه میگن خیلی بچه کاری و خوبیه، خیلی بچه بود، خیلی اذیتمون کرد ولی بزرگ شد خدای عصای دستمون بود. و این تینای بیچاره است که همونطور که میبینی خیلی خوشحال و هپیه. تینا هم خیلی بچه خوبیه. اوکی، قراره این دوتا رو اصلا بتونیم جدا کنیم. و میرسیم نفر آتیش پاره بعدی که همونطور که میبینید این دوست عزیز هستن. خیلی داره میره ظرف رو تمیز کنه یا چی؟ آره عزیزم، اینم بچه ها مالکیه. اوکی، مالکی هم که پوست ما رو کند تا رسید به این مرحله کودکیش. خواهرش خیلی بهتر بود، جویس، که من هیچ وقت اسمش رو یاد نمیگرفتم. جویس. بعد 2 تا کوچولو داریم اینجا که الان خواب هستن. اینا دیگه واقعا بلاهای جونمون هستن، تادلرن. ایشون فکر کنم مینکسه، موففری مینکسه. و خواهر کوچیکش ایشیا که خیلی کیوته. به کیوتیش نگاه نکنید، یه آتیش پاره کامله. و آخرین بچه‌ای که به دنیا آمده استوارت، که باز هم استوارت من اسمش رو به یاد نمیارم، خیلی طبیعیه تو این چالش. و 2 تا بچه هم 2 تا دختر تو راه داریم. خیلی خوشحالم، خیلی هپیم. زندگی از این بهتر دیگه نمیتونه بشه، میدونیم. با 2 تا بچه جدید میتونه. حالا بچه در مورد پیشنهاد، یکی به من گفته بود که تو گالری نقاشیاتو بفروش. فکر میکنم منظورش از گالری این تابلوهایی هستن که باید بگردم پیداش کنم. الان میگردم یه سرچ میکنم نشونتون میدم. خب بچه پیداش کردم. الان فهمم چرا گفت گالوری. من خودم برام سوال بود که گالوری منظورش استریت گالوری بود و واقعا اسمش گالوریه. دمت گرم اون شخصی که این پیشنهاد دادی. استریت گالوری هست بچه. 400 تا پولشه. مشکل اصلیمون اینه که الان اصلا اونقدر پول نداریم. 183 تا داریم و خودم ایده این رو بهتون در واقع قسمت قبل گفته بودم که بتونیم از طریق جمستون و جما اون جم نیازا رو اوکی کنیم. من برای اینکه شانسمون
در واقع بگیره. ایده خودم هم بهتون بگم اول. خب یه کارمون اینه که میتونیم تابلو طراحی کنیم با این بفروشیم، ولی یه نفر باید پای فروش باشه، یعنی اینجوری معرفی بکنه از بچه‌ها، از تینیجرها احتمالاً، یا حالا خود لونا که بعید میدونم لونا حامل است و خیلی هم دردسر داره. چیز کنیم اصلا این در واقع تابلو رو با 3 برابر 4 برابر قیمت بفروشیم. خب خیلی پرسوده ولی طول میکشه. راهی که خودم هم به ذهنم رسیده بود بچه‌ها، استفاده از یه سری رگال ها هست که توی یکی از ویدیوهایی که گفتم چجوری سریعتر به سریعترین راه ممکن چالش 1 میلیون 3 میلیون پول درآوردن رو که یکی از ویدیوهای قدیمیمه تو توضیح داده بودم. یه رگال هایی هست بچه‌ها که باید سرچ کنم اسمشو پیدا کنم دقیقاً. بچه‌ها این رگال ها هست که شما میتونید بخرید. من الان پول خرید اینو دارم ولی باید تو یه اوتلوکی رو طراحی کنی، بهش میگن یه تیپی رو طراحی کنی. خب مثلا حدودا 100 تا 200 تایی پولش احتمالاً بشه. خب تقریبا حالا بگیم ماکسیمم 200 تا. بعد اینو که میگیری، بعد بچه‌ها میتونید تیپ طراحی بکنین و یه قیمتی رو میذاری روش. بعد توی پلامزی اسمش یادم رفته، توی یه انگار که اپلیکیشن، حالا مثلا مثل چه میدونم اینستاگرام خودمون یا هر چیزی، اینو میذاری ولی اون تیپ رو مثلا میبینن و میخرن ازت. این هم یه راه خیلی خوبه راستش، برای اینکه ما میخوایم، یکم طول میکشه ولی ارزش رو داره چون دردسر خاصی نداره. اینم یه راهه. و یه راه دیگه هم هست که توی بازیه ولی من زیاد تمایل ندارم انجامش بدم. اگه بتونم بگم شاید باورتون نشه که همچین چیت یا حرکت توی بازیه، ولی خب من اخیراً پیداش کردم و وجود داره دیگه، نمیتونم بگم یعنی چیت نیست ولی تو بازیه. اوکی، کافی که اینجا سرچ بکنید که دکور، و دکور باکس همتون میشناسید. این باکسی هست که در واقع شما دکور وصل میکنید توی سیمز. بچه سیمزاتون یه گزینه هست به اسم رامج فور دکوریشن. خب قیمتش هم قیمتی نداره. آره، بعد میگردن تو این دکوره و مثلا 3-4 تا دکور، 4 تا بیشتر 5 تا دکور در میارن، هر کدومش تقریبا 100 تای قیمتشه. یعنی یک جا شما 300 400 تا شاید 500 تا پول در میارین از طریق این. و یه چالشی هست توی سیمز که باز حالا طولانی میشه، زیاد توضیح نمیدم، که سیمزتون باید توی یه محکعب 1:1 بمونه و توی اون پول در بیارید و تیکه 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 بزرگش کنید. خیلی چالش باحالیه، باید یه روزی بتونم امتحانش کنم، ولی یه اثر این باکس امتحانش کردن که خیلی راه سریعیه. و یه دم اصلی ترین راهش به نظر من اگه بخوای چیت نکنی عکاسیه. اوکی، عکس بگیری از خودت بفروشی، چون وقتی هیچ پولی هم نداشته باشی اونو دیگه داری، با گوشیت عکس میگیری میفروشی. خیلی هم شرافتمندانه است. این از این. پس میتونم الان رگال بخرم ولی خب باید پول جمع کنم که بتونم حداقل یه تیپ طراحی بکنم. میشه امتحانش کرد. و یه چیز دیگه که میخواستم الان انجامش بدم بچه‌ها، میخوام برای شانسم که شده آب و هوا رو دستکاری بکنم. Thunderstorm رو باید چک بکنم که باشه. برای اونایی که نمیدونم باید بیاید تو بخش ستینگ بازی و توی environment یا محیط بیاید روی rain and thunderstorm در واقع تنظیمش بکنید. بعد میایم چیکار میکنیم؟ با MC کاماند میخوام آب و هوا رو این کار بکنم. یه ذره سیمزاتون رو میترسونه، دردسر داره، اینو اصلا بیرون نمیرن. ولی اگر که رعد و برق شانسمون بزنه و اون کریستالی که من میخوام رو به دست بیاریم، ارزشش رو داره روش سرمایه گذاری بکنیم، تیکه تیکه و درستش بکنیم. خودش یه چالش باحالی میشه اون حاشیه اگه بتونیم تمامش بکنیم. ولی خب دوست دارم مثلا این در واقع چالش رو داشته باشیم. باید بیایم این قسمت سیزن چیتس فکر میکنم change weather، آب و هوا رو عوض کنیم. بعد بیایم تو قسمت رین، اگه اشتباه نکنم باید پیداش کنم. ببین فکر کنم مثلا رینی استورمی اینجوری، مثلا یعنی حالت طوفانی و بارونی باشه. بعد هوا چجوریه؟ کول میزنم، نه خیلی چیز. بعد هوا میزنم مثلا 900 تا نه 900 تا این شکلی باشه. باید تنظیمش بکنیم که چقدر از 1000 تا باشه. حالا بزنم 950 تا، بذار 100% این اتفاق نزدیک بشه بیفته. خب خیلی ممکنه سیمزان بترسن، خیلی ریسک کردم ولی داره بارون شروع میشه. او مای گاد، داریم وارد یه چالش دیگه میشیم. خب ببینم که این دوتا چیکار میکنن. بچه‌های یک بیکار میبینم، در صورتی که ما بیکار رو قبول نداریم. باید 3 تا اسکیل لول 3 برسه که بتونیم بچه‌ها رو برسونیم به مرحله تینیجری. الان کریتیویتی این پسره مونده. کریتیویتی چند تا راه داره بچه‌ها. یکیش اینه که بازی با این بلافیاست. اوکی،
و که میتونم الان بهش بگم که با این پلی کنه. خب خواهرش جویس فقط موتورش مونده که داشت میرقصید و رقص اوکی یکی از راهاشه. یه راه دیگه مثلا این پرکتیس فکر کنم تایپینگه، یه بازیه یا تایپ اینجوری که باعث میشه موتور بچه ها بره بالا. جویس خیلی نیازاش خوبه ولی در واقع مالکی بود. آره مالکی الان راستش خواب احتیاج داره، باید بهش حواسمون باشه. خب من دیگه باید لونا رو بیدار کنم، کم کم دستشویش میگیره. وای دوباره این درد چاقی رو، حس چاقی رو داره. بعد راستش به این پسر بزرگمون تراویس بگیم که تمیز بکنه. مثلا تینا البته دستش بیکارتره، مثلا خودم انجام بدم. او مای گاد بچه شروع شد بعد وقت فاندرستورم هم داریم. خیلی خوب من خودم اینا رو بریزم. این بچه این 100 تاش خودم بهمون پول میده، 80 تا پول واقعا برای این چالش خیلی خوبه. تا تینا فکر میکنم بیکاره و فان هم احتیاج داره. تبلت پیش تیناه. آره میتونه تتو دیزاینی که دستش بود رو تموم کنه. تراویس در چه حاله؟ تراویس داره یه چیزی نگاه میکنه که فام باشه اگه اشتباه نکنم. آره تراویس هم بهش بگم که بره یه دستشویی و اگه بشه مادرشون این نقاشی رو طراحی کرده بود. ای وای این نقاشی که اینجاست feeling sad، این دراما کوینیه به معنای خود کلمات. این همه بچه زایده. بچه میخواستم چارت در واقع بچه ها رو نشون بدم ببینیم چند تا بچه و اینا. باید بیایم فکر میکنم یه جای خاصی بود. بچه این قسمت سیمولوژی، در واقع بهش میگن جنولوژی ولی یه چیز دیگه من شنیدم بهش میگن، اسم انگلیسیش یادم رفته. بچه اینجاست. الان این لونای ما 2 4 6 7 تا بچه داره. هنوز به 10 نرسیدیم. او مای گاد. خب خوشبختیم، میدونی خوشبختیم به معنی خود کلمه. راستی این دوتایی که الان خوابن به بیدارشن ما رو بیچاره میکنه، مخصوصا دختره خیلی نیاز فانش همیشه داستانه. بذار حالا تا جایی که میتونن بخوابن. کجا کثیفه که پسر ناراحت تراویس لایکس تاتو یس. خب داره میره چیکار کنه؟ داره میره تمیز کنه. عزیزم تراویس، واقعا تراویس خیلی خوبه. بچه یه رد و برق زد. خواهش میکنم جم بده بچه. جم اون جمه رو من میخوام. ولی خب دیدی میترسن از این چیزا. جای دیگه این کثیفی داریم که این پسر داره تمیز میکنه؟ نه ولی سکیر میتونم بهش بگم که بره تو رخت خوابش. واسه مادرش این نقاشی رو تموم میکنه. واسه تینا در چه حاله؟ تینا یه تتو فکر کنم طراحی کرد اگه اشتباه نکنم. یس 101. خب بد نیست واقعا به نسبت اینکه 50 تا پول دادیم. 524 تا پول داریم. گالری زدن الان که تو این آب و هوا نمیشه. تیپ طراحی کردن ایده بدی نیست. راستی این چی بهش میگن؟ یه باکسی هست بچه ها بهشون میدن، اونم چیز کنیم. اینم راستی چیز میذاره تمیز کنه. بعد این پسرم که داره تمیز کنه، این بچه تو اینونتورشون یه سری غذا مزا اینا هست، بهشون گفتم اینا رو تمیز کنه. یه نقاشی داریم. او مای گاد، ما کی این نقاشی رو کشیده بودیم یادم نمیاد. تو مادرشون ببینم این طراحیش تموم میشه، بعد بری چیزی بخوره. راستی واسه غذا سرو کرد. اینو کی اینجا گذاشت؟ او مای گاد. نه اونو نخور. یه چیزی سرو کنم بچه ها. یکی از بچه هامون به لاکتوز حساسه و باید یه چیزی سرو کنم که لاکتوز نداشته باشه. فکر کنم چیزای پنیری و شیری و اینجور چیزا اینا نمیتونه بخوره، ولی باید فکر کنم که چی هست. مثلا مکن چیز قطعا نمیتونه، احتمال زیاد. ویجیتابل تمپورا فکر میکنم چیز گیاهی و خوبی باشه. نم لاکتوز. آره بچه هم مشکل لاکتوز نداره هم ویجیتریان سیفه، یعنی گیاهخوارا میتونن بخورن. همه بچه ها رو مجبوریم گیاهخوار رو اینجوری بکنیم که یکیمون متاسفانه مشکل داره. خب مادرشون بعد میتونه یه تیکه از اینا بخوره. این پسره داره چیکار کرد؟ هنوز چیزش نرفته بالا، کریتیویتیش نرفته بالا. خواهرش چی داشت تمرین میکرد؟ نه آره اینم داره اون موتورش کار میکنه. that's fine. این دوتا کوچولویی که کم کم بیدار میشن فکر کنم باید مینکس و ایشیا رو بیدار کنم کم کم و بهش بگم که ایشیا رسی اسکیلاش چجوریه. فقط پاتیش مونده بود. نه
بچه فقط پاتیش مونده، به فان احتیاج داره. من بیدارش میکنم یه پاتی بره، بعد بهش بگم که مثلا نمیتونی بازی کنه. آره میتونی بازی کنیم. ببینیم یکی از این اسباب بازی ها رو باش بازی کنه. اوکی خب بعد مادرشون یه نقاشی کشید بالاخره بعد 100 سال. این ایزل زیاد پیشنهاد خوبی نیست، ولی به خاطر اینکه نمیتونستم تا تبلت بگیرم ایزل گذاشتم. خب مادرشون الان اینسپایرم هست، میتونه یه دونه دیگه نقاشی بکشه. یه چیزی خورد نه یا نخورد؟ زیاد نیاز گشنگیش، البته چون حامله است احتمالاً به خاطر اونه. بعد که چیزی خورد بهش میگم یه نقاشی ریز دیگه بکشه. فکر کنم کلاسیک خوب پول میده. حالا بذارم یه کلاسیک کوچولو بکشه. اشیا خیلی عصبانیه. خب پسر چیکار کرد؟ هنوز داره بازی میکنه. شاید استفاده از اون میزا خوب باشه. یه میزایی هستن بچه روشون نقاشی میکشن، ایده بدی نیست honestly. بعد بچه اینا من نمیدونستم بچه ها میتونن به تادلرها شیپ ها رو یاد بدن. جدی؟ خیلی خوبه که فقط نمیدونم به خودشون تاثیر داره یا نه. داره کم کم خسته‌ش میشه، ولی بچه یه ذره مونده. نه نخواب یه بار دیگه بازی بکنه فکر کنم بچه ها دوتاشون خیلی نزدیکن. او مای گاد باور میشه بتونم اینو با چشمای خودم ببینم. تینا و تراویس رو باید از خونه بفرستم برن. بچه یه چیزی سبز شد بیرون، کنم رد و برق زده بود. سیجه. خب وای کریستال پلیز guys give me crystals. بذار ببینم الان همه در چه حالن. یه سرشماری ریز. مامان اوکیه، داره نقاشیشو میکشه، امیدوارم نقاشیشو تموم کنه. تراویس راستش باید کاری کنی پول در بیاد. تینا چیکار داره میکنه؟ تینا من تبلتو بدم به تراویس، بعد تینا رو بفرستم همون. داریم همینجوری پاسکاری میکنیم طبق معمول. تینا یه دوش ریزی بگیره، بعد تراویس نقاشی کنه. او مای گاد اصلا یادم نبود بچه قیافه ازدوارد چرا خوبه. بچه داره سکته میکنه از تاندرستورم. خب کی دستش خالیه؟ ببین تینا خیلی خوبه تو بچه داری. بچه ها بیاد به استوارد قز شیر بده، چون از مادرشون خیلی بهتر عمل میکنه تینا. یعنی در آینده یک مادر نمونه میشه به معنی خود کلمه. خب به استوارد شیر بده. و استوارد در چه حاله؟ باید خودشو بگم که دستشویی بره اگه بشه. باید بچه رو بفرستم مدرسه. نکنه یه دفعه بچه رو با خودش ببره تینا. That would be so ridiculous. نه خب تینا رفت مدرسه، تراویس هم رفت. مادرشون فعلا خوبه. بگم که فکر کنم خودشو خراب کرد استوارد، بگم عوضش کنه. بعد بذار اینجا استوارتو. خب یه دونه پوشک داریم بچه ها، یه مقدار پول داریم در واقع. مادرشون یه دستشویی بره، یه ذره خودشو پپتاک بهش بده. وای بچه اینو باید برم مدرسه. او نو موتورش یه ذره مونده بود این دختر. بچه یه لحظه وایسه ببینم شاید دارم اشتباه میکنم. یه چک با چه نیازایی فرستادمشون مدرسه. این من نیستم. اوکی میتونم اصلا نفرستم مدرسه. به این فکر کنید، چون مدرسه مهم نیست توی این چالش. البته خب او مای گاد بچه میتونن هر ستا اسکیلشون لول 3 شد. یه بار دیگه چک کنم. آره درست اشتباه نمیکنم. مالکی 3 تا اسکیل لول 3 و خیلی جلوتر رفتم و من اصلا حواسم نبود. پرفکت دیگه این چالش حبیده. خب بذار ببینم الان استوارد که بچه داره سکته میکنه بهش بگم که استوارد میشه یه ذره. نه انگار که خیلی ترسیده. وایسا مادرشون واقعا باید یه کاری بکنه. راستی باید یه تامی تایم واقعا بریم با استوارد، به خاطر اینکه خیلی نیاز داره بچه. مادرش چرا گذاشتش کنار؟ خب اوکی دست پایین. ببین چرا تامی تایم نکرد؟ او مای گاد دوباره باگ. به خدا این بچه ها بدون تینا و تراویس میمیرن. بعید بدونم مالکی و جویس واسه ما بشن تینیجر. راستی یه دونه نقاشی کشید 258 یادم باشه اونم بفروشم. همه تنس و داغون رفتن مدرسه. بذار به این بچه ها بگم که بیان خونه. هم نیازشون خوب نیست، همین که میخوام بزرگشون کنم بچه ها دیگه بسه. راستی تینا تراویس هم بفرستم بیاد، چون قراره که اینام از خونه برن و اصلا مدرسه الان برامون مهم نیست. بیاید خونه بچه های عزیزم. خب
اول اینکه بچه‌ها کریستال ببینید پیدا میکنیم. نه کریستال نداریم، چرا تشکیل نمیشه لعنتی. خب مرحله بعد تراویس که اومد خونه. بچه میدونین چجوری باید جداشون کنیم؟ بذارید اول اینا رو بزرگ کنم. میام توی MC Commands، Sim Commands، Set Age، Team. خب این الان کدومشون بود یا نمیدونم. چقدر شبیهین این دوتا. این مال کی بود بچه ها؟ دختره کجاست؟ این هم برسونم به تیم. بچه جویس بزرگ شد و جویس همونی بود که به لاکتوز مشکل داشت. رندوم میکنم برو یه کسی که به لاکتوز حساسیت داره برو و دختره. It's very odd. و چی میتونه برای برو خوب باشه؟ نمیدونم، مثلا میخواد سوشالی خوب باشه، نمیدونم. honestly I don't know. خب بچه یه اسکیل رومنس انگار گرفت. رومنس رو مالاکی گرفت. مالاکی really. خب بایسته چون اسکیل رومنس گرفته بهش میگم که میخواد عشق زندگیش رو پیدا کنه. پراپر بود بچه ها. من پراپر معنیش رو پیدا کردم. پراپر شخصایی هستن که به اصول شایسته و اینا اعتقاد دارن و خیلی کاراکتر بامزه و کیوتین. لیزی یه لیزی شد. خیلی خوب. این الان یه لحظه بچه ها ببین، وقتی میگم این دوتا منو پیر کردن یعنی این مالاکی در اولین بار موش کوتاه خدا رو میتونی تشخیص بدی، ولی خدای جویس این چه تیپیه؟ یه تیپ عجیب و اوکی ما کاری نداریم. باید بچه ها رو بفرستم از خونه برن. چجوری این کار میکنیم بچه ها؟ چون MC کاماند من باگ خورده خب و باعث میشه که این تینیجر رو دیگه نمیتونن از طریق تلفن چیز کنن، برن در واقع. آره میتونن، الان اومد. او مای گاد. خب پس بذارید به تینا بگم که مدرسه داره بهشون هشدار میده. That's fine بچه های عزیزم. بذار ببینم تراویس هم اوکی. تینا میخوام جداش کنم با تراویس. خب پولی نمیتونم بهشون بدم. میخوام بذارید بگم که other household مثلا برن یه خونه با اونا زندگی کنن که این بچه ها رو یه دفعه ول نکنیم. این تک خانواده ها نمیدونم کجا هستن، تو کدوم دنیاه. اوسس سپرینگ خوبه ولی به شرطی که اینا جایی باشن که واقعا دارن زندگی میکنن، یعنی خونه باشن نه زمین. زیست خوبه. جانی به معنی خود کلمه بچه ها رو بزرگ کرد. جانی میخوای چیکار کنی تنها تو زندگیت؟ 2 تا بچه قبول کن. 3720 تا پول داره. That's fine. چرا باید سویچ باید عوضش کنم بچه باید کنترل رو عوض کنم. رفت سراغ یعنی زاویه دیدو کرد تینا و تراویس. اوکی نمیخوایم اینو. باید بزنیم save and go to manage world، بعد اونجا در واقع لونا رو انتخاب کنیم. بچه ها برگشتیم به خانواده بسیار شلوغ پلوغ خودمون. میبینم که به پاتی احتیاج داره یکی از بچه ها و این یکی هم که داره سکته میکنه از ترس به خاطر تاندرستورم به غذا احتیاج داره. بیا یه غذا بخور و تو هم باید بری پاتی. فکر نکن ازت میگذرم. این 2 تا بچه ها یکیشون تو باید بری دستشویی و بخوابه ترجیحاً. خواهرش هم فقط باید بخوابه. اوکی برید بخوابید عزیزانم. مادر به غذا احتیاج داره ولی این بچه خوابش میاد. استوارت بذار ببینم استوارت به چیزی رسید، به مایلستون رسید وسط گیری. آره بچه یه مایلستون موتور رو گرفت. تا خوابش نبرده میتونم یه دور دیگه تامی تایم باش بکنم، چون بچه ها راه بزرگ کردن اینفنت ها یعنی طبق قانونی که خودم گذاشتم اینه که حداقل 2 تا مایلستون از هر گروه داشته باشن. اگه یه دونه دیگه تامی تایم باش بکنیم شاید بشه ولی ممکنه که اثر نکنه. خیلی ریسکه. بذار ببینم انجام میشه یا نه. اگه انجام شد میسپرش میگیم که اوکی قسمت بوده. مادرشون کو بچه فکر کنم بچه خیلی خسته بود. اوکی درک میکنم، یعنی لونا کار بدی نکرد، انگار که بچه نمیخواست. اوکی یه آهنگ لالابای بذاریم بعد یه چیزی بیاد بخوره ترجیحاً که اوکی این 2 تا در چه حاله هستن. این وای بچه دوباره میکس غذا خورد و زندگی ما به لجن کشیده شد. میبینید البته پول تولید میشه خدا وکیلی، ولی نگاه کنید وقتی میکس غذا میخوره زندگی ما به لجن کشیده میشه. بچه همین کارشه. خب چرا خشکش زده؟ داره مادرش رو نگاه میکنه که غذا بخور. در واقع ایشیا درست گفتم این دفعه.
مادرشون. ولی بچه به هدفمون رسیدیم و خیلی خوشحالم. یه گرگین زنگ زده میگه که دونیشن بده. بابا من خودم اگه اونقدر پول داشتم چرا زندگیم این بود. بچه کریستال نبود نه. یه راه حل اینه که خونه رو ترک کنم برم کریستال در بیارم. شاید بتونم با تینیجرها این کار انجام بدم. ولی خوشحالم از نظر مالی یه ذره وضعمون بهتر شد این قسمت. راستی به لونا بگم که بیاد این تابلو رو بفروشه. این قسمت هم لونا کمک کرد هم تبلت رو دادم رفت با تینا و تراویس. من چرا به این چیزا فکر نمی کنم خدا. ولی خب یه ذره پول در آوردیم. that's fine. مادرشون چیزی فکر نکنم طراحی کرده باشه. نه واقعا. باید یه فکری بکنیم بچه ها. بذارید این قسمت من یه تیپ طراحی بکنم بذاریمش توی میل باکس و یه قیمتی تعیین کنیم. یه شاتیه دیگه، یه شانسیه. من بچه ها من یه رگال خریدم. این رگال لباس رو که گفته بودم فقط نمیدونم کجا بذارم توی این خونه بسیار با شکوه خودمون. بچه الان متوجه شدم یه بسنت اضافه داریم و هر بار که بچه به دنیا میاد خود یه دونه بسنت داشته باشیم که زایمان کنیم بسمونه. بقیه‌اش هم پوله در واقع اونم. اوکی؟ پس اونم از اون. بعد حالا بیام یه تیپ طراحی بکنم create a fashion look. بچه نمیدونم تا حالا شما این کار رو کردید یا نه. روشش به این شکلی که شما یه تیپی رو انتخاب میکنید. خب قیمتش هم اینجا ببین فاندی که داریم 1556 تاست. اینجا توتال کاست به همون میگه که چقدر در میاد، در واقع چقدر پول اون تیپه شده. خب نمیدونم مثلا یه چیزی رو من الان طراحی میکنم بعد نشونتون میدم باید چیکار کرد. خب بچه‌ها من یه تیپی همینجوری طراحی کردم. یه عینک، یه لباس و یه کفش و یه شلوار، چیز خاصی نیست. 150 تا قیمتش شد. خب اینجا میاد یه اسمی رو میتونید اد کاستم بزنید، یه اسمی رو برای خودتون بذارید. خب یا میتونید از اون تیپ هایی که آماده بود استفاده کنید. من مثلا میذارم F1 مثلا یعنی فشن 1 که بدونیم اگه مثلا چند تا شد و اینا خبر داشته باشیم چیه. بعد نمیدونم حالا قبول شد یا نه. F1 نمیدونم. اوکی تایید میکنم. بعد تیپی که طراحی شد اینجاست بچه ها. خب بعد بگم که wear outfit، به لونا بگم بپوشتش با اینکه بچه حامله است. لونا رو ببین چقدر شکم چه تیپی زده بیچاره. بعد بهش بگم که سلان ترندی به خاطر اینکه یه عکس میگیره از خودش با اون تیپه. خب یه قیمتی رو میگه بذار. ببین مثلا ما 150 تا دادیم، یه قیمت معقولی مثلا 1500 تا 10 برابر. نه میتونم بیشترش بکنم. اوکی مثلا 2000 تا بذارم ببینم چه اتفاقی میفته. خب حالا ای وای این کی اومده؟ یه همسایه است. اوکی I don't care. پس اینو الان در واقع منتظر هستیم که ببینیم فروش میره یا نه. بذار ببینم اینجا پاپاپش اومد. ای وای بچه اوکی that's fine. این اتفاق افتاد. لونا در چه حالیه؟ لونا خوبه. این بچه‌ای که داره باش حرف میزنه کم کم حموم لازم میشه. برادرش چی؟ برادرش به سوشال احتیاج داره. میتونم بگم که حرف بزنه با اینا. بعد حموم بعد لونا کم کم اینا رو ببره حموم. میتونم بگم که برای اینکه یا وکیوم راستی میتونستیم وکیوم کنیم بچه ها رو. بچه خیلی حرکت عجیبیه خب، ولی چون وکیوم داریم یه راه تمیز کردن بچه ها اینه. نکنین رو بچه میزنم از لونا کلین ویت وکیوم میزنم. خیلی عجیبه سریع انجام میشه. بعد یه مقداری تمیزیش رفت جلو. اوکی میگن راه سریعه و تو شرایطی که هیچ چیزی نباشه میشه در واقع کار کرد. خب میخواد بخوابه اونجا. یه ذره دیگه رو اینا کار میکردیم میرفتن جلو البته، ولی خب این خیلی کثیفه. مادرشون داره نقاشی میکنه. ایده خوبیه ولی کاشکی مثلا من اصلا نفهمیدم چرا سرویس تمیزکاری نیومد تو این خونه. من یه بار یه سرویسی گرفتم نگرفته بودم ظاهرا. گفتم چرا نیومده. اسکیجولد مید میگیرم بچه اینا همه رایگانم برای ما. میتونم هم باتلر بگیرم ولی راستش تو این چالش یادم افتاد تو این چالش نمیتونم بگیرم. اسکیجولد مید میاد بچه خدا رو شکر. لونام خیلی حامل است. بس ببینم ترایمستر چندیم. ترایمستر نزدیک به سومین ترایمستر هستیم و خیلی نزدیک به دنیا بیاد بچه هاش. لونا داره یه ذره تمیزکاری انجام میده خیلی خوبه. نه یه ذره جمعش کرده که دست اینا خدمتکار اومد بچه خدا رو شکر.
خدای شکرت بالاخره این خدمتکار اومد. خب کریستال هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی شانسمون نزد واسه اون. ولی یه طرح کردیم یه ذره پولمون رفت جلو، خیلی خوشحالم. این داره که داره با داداشش حرف میزنه عزیزم، سوشالشون داره میره بالا. بگم که یه چیزی بخوره و بعد بخوابه. داداشش نیاز به سوشال داشت. یه ذره دیگه تاک کن و فکر کنم یه بار دیگه بهش بگم بره پاتی. شاید گرفت دیگه، نمیدونم چیکار کنم. عاشق لونا هم داری، عشق میکنی و یه چرت بزن فعلا تا بچه‌هات چیز نشدن، دردسر نشدن. دوتا تینیجرهای ما تا الان فقط خواب بودن بیچارا، انقدر خسته و کوفته بودن. یکیشون رو بیدار میکنم که بره حموم و یه غذایی بخوره. داداشش هم همینطوری. چقدر دوقلوان اینا. take shower get leftover. یه ذره دیگه البته بخوابشون، نیاز خوابش خیلی بدتر از اونی که بود. بعد دیگه اینا هم کوچولو هم دوباره فکر کنم پاتی رفت. بچه‌ها یه لحظه نیاز چیزای اینا رو نگاه کنم. راستی خدمتکار رفت و زندگی ما هنوز کثیفه. مثلا این پاتی ها این نگاه کن اصلا. خدای من چرا هیچ کاری نکرد خدمتکار؟ واقعا کاش که میتونستم باتلر بگیرم، خیلی چالش راحت میشد. ولی یه جورایی جزو چالش نیست که کمک بگیری از بیرون، به خاطر همون نمیتونم این کار رو بکنم. That's very annoying. بعد خواست داشتم اینا رو نگاه میکردم. پاتیک یک ذره مونده مینکس، نیازش هم خیلی خوبه. ببین اگه یه دور دیگه پاتی بره تمومه. ولی خواهرش از اون ور عقب تره فکر کنم. بذارید یه نگاهی بندازم. خواهرش البته اونم شاید یه پاتی دیگه بخواد. بچه اگه اون کریستال رو داشتم توی یه فضایی که میذاشتید نیازهای کل نیازها پر میشد. توی یه فضایی البته ها، مثلا همین خونه رو پوشش نمیده، ولی واقعا عالی میشد. فقط اون کریستال سخت به دست میاد. حتما تو کامنت ها بهم بگید که دنبال این ماجرای برم یا نه، چون خیلی تو کفشم و میتونیم محدودیت بذاریم که یه دونه مثلا داشته باشیم و اینا و خیلی خوب میشد. استوارت هنوز خوابه و یکی باید به استوارت غذا بده. فکر کنم الان یه ذره دیگه تو غذا تو خوردی. بذار این آشغاله رو بردارم. کم کم باید بهش بگم که بیاد اینجا. خب حالا استوارت رو بیدار کنم آروم. بذار به جویس که بگم که قرار جانشین تینا بشه. بچه‌ها ببینیم جویس چیکار میکنه. ببینم به بچه شیر میده یا نه. ولی خونه خیلی خلوت تره، یعنی نسبت به قبل خیلی خلوت شده. باورم نمیشه. اصلا الان نگاه کنید 5 تا بچه بر دست منه. خیلی خوبه. البته به زودی میشه خیلی بیشتر از این، ولی خب خیلی خوبه. خب بعد میگم که جویس بذاردش اونجا. بعد ببینم جویس میتونه یه تامی تایم ریز باهاش بره. جویس حالش خوبه، میدونی she's fine. یه تامی تایم کوچولو بره. بعد فان خودش هم پر میشه. خوبیش اینه بچه‌ها قبلا فهمیدیم که آخه این صحنه رو ببین. این دوتا داداش هر دوتاشون خیلی آتیش پاره بودن، خودشون نگاه کار میکنن. مالاکی داره به میکس بازی میده. آخه that's so cute. عزیزم به خدا اگه نیازات پر نشه من میدونم و تو. راستی چی شد تا یه ذره مونده پاتیش؟ لعنتی. به سوشالم احتیاج داره. میتونم بگم که تاک کنه، هاک کنه، یا با برادرش هم میتونه حرف بزنه. ولی راستش باید از اینا نیروهای کار استفاده بکنم و همین که البته داره خوابش هم بد میشه. لیزی هم هست مالاکی. آخه مالاکی بهش میخوره لیزی باشه واقعا. امیدوارم خواهرش بچه خوبی باشه. راست تامی تایم که کردیم چی شد بچه ها؟ اینم ببینم. نه هیچ اتفاقی نیفتاد، یا شاید هم انجام نداد. چرا انجام داد. یه بار دیگه تامی تایم باش بکن، یه بار دیگه پلیز. وای بچه خیلی خوب میشه بتونیم اینم بزرگ کنیم. ولی باید یه کیک درست کنیم. وایسید تا مادرشون در چه حاله. باید یه چیزی بخوره. خب بخور اون غذایی که حالا اونجا هست، حیفم هست. بعد بگم که یه کیک درست کنه، چون بچه‌ها شاید کیک داشتم. نه کیک ندارم. به خاطر این میگم او مای گاد این خراب شد. کدومشون بیداره؟ بذار ببینم میتونه این کار بکنه یا نه. کوش وای خسته است. خیلی خوب وایسید. نمیدونم الان بچه فکر کنم تامی تایم یا کامل نمیره جلو یا چی. به دست آورد. او مای گاد مایلستونشو به دست آورد. خب وایسید باید از این دختر استفاده بکنم. نمیتونم فرج رو تعمیر بکنم. هایر ریپیر سرویس بزنم چون اینا رایگان برامون در میاد. خب بعد ببینم کیک میتونه درست کنه یا نه. وای بچه‌ها که بتونیم این قسمت یه تادلر دیگه اضافه میشه. ولی قبل از به دنیا آمدن بچه بعدیه و من خوشحالم. اوکی خب بذار استوارت
او استوارت خیلی به تمیزی احتیاج داره و به خواب داره میخوابه. بخواب، میدونی بخواب. تلاش میکنم بزرگت کنم، قو میدم قو. خب الان تمام بار زندگی رو جویسه. واقعا دخترها رو اینجا دارید ببینید توی این چالش. اون از تینای بیچاره، البته نه ترویس هم خیلی کار میکرد خدا وکیلی، ولی خب از مالاکی هیچ آبی گرم نشد. خب یه لحظه وایسید برده کندل بذارم. خب بذار ببینم میتونیم اینو بیدار کنم، ولی شر میشه. خب اشکال نداره عزیزم، ما به شر بودن عادت داریم. اوکی فقط باید بزرگ شی. من نمیتونم یه اینفنت دیگه تحمل کنم. خدا شکر بچه‌ها استوارت بزرگ شد. او مای گاد تانک یو. رندوم میکنم، خواهش میکنم یه چیز خوب باش. این چیه؟ کلینگیه. میگه که این سیمزای خجالتی، کوچولوهای خجالتی، تادلرهای خجالتی از دوری میکنن از سیمزای بیرون از خانوادهشون و ناراحت میشن اگه تنها گذاشته بشن و اسکیل اکسترا به دست میارن وقتی که بهشون آموزش داده میشه و سریعتر ریکاور میشن از مودای بد وقتی که کامفورت میشن. خیلی درد سر دارن. استوارت استوارت اینه مینکسه، باورم نمیشه. نگاش کنید اصلا خود مینکسه. وای من باید مینکس رو بزرگ کنم، نمیتونم تشخیص بدم اینا رو. خب بذار ببینم خواهرشون که الان خیلی ناراحته بیچاره، واقعا باید به استوارت یه ببل بث بده. آها خودش داره میده خدا رو. بعد یکی باید بیدار باشه، خود اونی که داره میرقصه و ما رو پیر کرده، لونا، و یه دونه برثدی کندل اضافه کنی و اینو بذارم توی یخچال و نذارم کسی بره سمت یخچال. اینو یواش بذارم توی یخچال، شاید خراب نشه، کیک بمونه برای سری بعد اینفنت هامون میشه. البته خیلی تا اون موقع احتمالاً طول بکشه، ولی خب بهش بگم که یه چیزی بخوره و نمیدونم hide from everyone. نه، به خودش یه پپ تاک بده لونا as always drama queen. بعد این بچه باید بخوابه و ما تخت نداریم. that's not cool. باید یه تخت بگیرم. اجباراً تخته رو بچه اینجا گذاشتم چون نمیخواستم یک لحظه اینا رو تکون بدم. ایشیا خوابیده بود، خودتون میدونین ایشیا چقدر دردسر داره. بعد مجبورم بگم که بیاد اینجا بخوابه بعدش که رفت همون یا نرفت. او مای گاد نرفت. بس چرا زده بس ولی بس نشده. آها تیک بس. آها بذار ببینم انجام شد. One eternity later. خب بچه‌ها فکر کنم تا اینجا دیگه بس باشه. بالاخره رفت حموم استوارت، اشیا خوابه و نیازش خوبه تقریبا داداشش که عین استوارته کم کم احتیاج داره. ویستانی میخواد گریه کنه ولی بهش بگم که یه بث بگیره از مادرش و بعد بخوابه. مثلا اینا رو تنظیم بکنم. بعد دوتا تینیجر جدید دارین، جویس و جویس بیچاره و یادم رفت مالکی، که جویس بعد از اینکه این کار بکنه بخوابه و فکر کنم شیفت استوارت شروع میشه، شیفت مالکی شروع میشه واسه کارهای خونه و بچه ها. ولی خیلی خوشحالم، این قسمت خیلی پروگرس خوبی داشتیم. تینا و ترویس بالاخره از خونه رفتن با اینکه دوست نداشتم واقعا، ولی خب دیگه چاره‌ای نبود. خیلی هاوسهولدمون الان خالیه ولی احتمالا قسمت بعدی الان میبینید که ثرد ترایمستر چیزیش نمونده. لونا احتمالا زایمان داشته باشیم قسمت بعد واسه لونا. دو تا بچه جدید اضافه میشه و باید بریم دیت که بتونیم حامله بشیم. این نمیدونم همش توی یه قسمت میشه یا نه ولی تلاشم میکنم. بعد خدمتکار گرفتیم که اصلا کار زیادی نکرد، نمیدونم واقعا چه کمکی کرد ولی خب دیگه تلاشمون رو باید بکنیم که یه ذره تمیزکاری بکنیم. زندگیمون واقعا جهنمه. تلاش کردم کریستال به دست بیارم، نشد، شاید دوباره تلاش بکنم. یه ذره پولمون رشد کرد، خیلی اتفاقات خوبی افتاد در کل. فکر نمی‌کردم انقدر خوب پیش بره. و همینا بچه ها، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید و مرسی که با لایک و سابسکرایب ازم حمایت میکنی. تا ویدیوی بعدی، فعلا.